پلیس سنت پتربورگ همراه نیروهای راستگواردیا به یکی از کلوب‌های ورزشی مهاجران که در یک مرکز تجارتی فعالیت می‌کرد مهمان شدند. یکی از نظامیان در دستش بالغای کلان داشت که حضور آن هنگام رید توجه را جلب کرد. بنا به اطلاع پلیس مشتریان تالار حدود 50 نفر بودند. در نوار دیده می شود که چطور نیروهای امنیتی آنها را به زمین خوابانده مجبور کردند که دستهایشان را پشت سر گذارند. در دست نظامیان بالغه، اتومات کلاشنیکوف و دیگر آلات وزنین مشاهده می شود. در نتیجه رید 6 شهروند کشورهای آسیای مرکزی با سبب مشکلات حجتی بازداشت شدند. گفته می شود که در میان بازداشت شدگان مهاجران نیز بودند که چند پیش شهروندی روسیه را گرفته ولی خود را در قید حربی نگذاشتند. با آنها دعوتنامه برای حاضر شدن به کمیسریت حربی سپرده شده است. بنا به گزارش MVD میدیا در ولایت کورسک نیز ریدی ویژه ضد مهاجران برگزار شده است. نیروهای امنیتی به یکی از ساختمان‌ها رفته 9 نفر را با اتهام ویران کردن قانون مهاجرت دستگیر کردند. در خبر اشاره به شهروندی آنها نشده است، اما در نوارها دیده می شود که دست کم 2 نفر شناسنامه ترکمنستان دارند. در نتیجه پلیس نسبت 3 مهاجر که اجازتنامه نداشتند پروتکل‌های مأموری ترتیب داده است. 6 نفر دیگر برای فعالیت بدون پتنت به جوابگری کشیده شدند. همه این 9 نفر قرار است از روسیه اخراج شوند. مقامات روسیه هفته گذشته اعلام کردند که تعداد مهاجران غیرقانونی در کشور به 670,000 نفر رسیده است. انتظار می رود روز 13 فوریه در مسکو ملاقات وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و روسیه سیراج‌الدین مهرالدین و سرگئی لاوروف برگزار می شود که در آن از جمله موضوع مهاجرت بررسی خواهد شد.